سلام و درود بپایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که چقدر کمک میکنه ای خلق تاجیک، ای خلق سربلند. پروردگار از همه راضی باشه ان شاء الله. ما هم از شما راضی هستم و والله قسم وقتی که این کارها رو میبینیم، کارهای خیر، یعنی که الحمدلله در مدت یک هفته 281,000 سومانی که با 1,840,000 هم قدر میشود و مادری که 4 کودک در کوچه و در بازارهای کاروان میگشت الحمدلله از ویدیوش میبینه ان شاء الله خودشون صحبت میکنن چقدر خرسند 4 تفلک الحمدلله. یعنی که ما نیتونها مادر از صاحب خانه کردیم، ما حیاتی اولش خداوند 4 کودک نجات دادیم، یعنی که با جای گرمک یعنی تامین شدن. بعد و 4 مقصد با 4 جای گرم اگر که این 4 فرزند 4 تفلک یتیم که تامین شوند یعنی میخونن آینده مقصد مادرشون خوب میشه و خودشون خوب میشه از وطن ملت، یعنی که چی میشه چقدر با پیشروی برای جامعه خودمون برای مردم تاجیکمون. خداوند خیر توتیا، خداوند خیر توتیا. مردم که یک خیشه با والله قسم میخورم خودم زاره کردم که هم ویدیو را پادلیچ که دستورشون متاسفانه خوب گفتن نکردن، هیچ گپ نداره که الحمدلله خداوند با از این طرف اگر شما نکرده دیلاتون سیاهی یک چی میگن قهرتون کنم پادپیسچکاتو ای سر تو بمونه که یعنی که با ای طرف که پروردگار میتونه که عقل انسانی گم میزنه. رحمت کنه پروردگار همه تا خیر خواه. بعضی محل من بعضی برادرایی که الحمدلله در مقامات بالا کار میکنن تعریفشو میکنم، یعنی رحمتشو میگم. مردم ما در کامنت رو گپ بیزه مینویسن که شما خیلی الحمدلله که دیده که چقدر سومهای کلان میپرتوین الحمدلله ناماشون نمیگیرم. رحمت کنه پهازی نکنن چی میکنی الحمدلله شکر کنه که کرده ایستادن پروردگار قلبشون باز کرده، یعنی که سیف هاشون شده الحمدلله گرفته خیر کرده ایستادن برای که میدونن که این سوما ختم و دنیا نمیبریم و هم خاطر خورد کلان کسی که خیر کرد، کسی که استوریز کرد، کسی که در همین کارم زیق بود، کسی که در همین کارم مقصد غم بود دعا کرد، یعنی که خیر خواه بود. پروردگار یک شما را هزار تا میلیون خداوند از همه شما راضی باشه و خدا همه تا دوست میدم. رحمت خدا بر هر یک از شما مردم سربلند تاجیکستان. سلامت باشید. سلام علیکم اپا جانو هزار رحمت کلان شما ده با دستگیری شما هم نصیب کرده باشه یا 2 روز پس صاحب خونه میشم. خونه کوفتستم با دستگیری شما 281,000 سومان جمع شده. ان شاء الله با صاحب خونه کشیدم، خونه که در آمدم با شما ده کم ترکم کوتاه هم باشه نبار کده شما در رایی میکنم. خداوند ای شما راضی باشه. الحمدلله که شما طوری سری ما ده هستیم با دستگیری شما هم صاحب خونه میشم. فرزندام قطعی خستند خوشبخت هستیم امروز. فرزندم سنتلا میگه که اوچه جان میگم ما هم صاحب خونه شدیم، مکتب میرم رنگ و بچهای دیگه واره ما هم صاحب خونه میشم، مکتب میرم. فرزندام ما هم خرسند خوشبخت هستیم. ای شما هزار رحمت کلان، ای شما مینت دارم اکا جان اپا جان هزار رحمت کلان شما ده که شما ما ده یاردم کردین. خداوند ای شما راضی باشه. شما ما ده یک دادین خداوند شما ده میلیون بده.